قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 91. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. کسب و هنر، تجارت داخلی و معاملات پولی. در ادبیات علمی دایر به وضعیت استحصالات هنرمندی آسیای میانه عصر 16 دو فکری به هم مخالف بیان یافته است. بعضی مؤلفان چنین میپندارند که کسب و هنر پس از اصطلاح شیبانیان رو به تنزل نهاد، ولی مؤلفان دیگر برعکس در این دوره پدیده های انکشاف من بعده آن را مشاهده می کنند. به نظر ما هر دو فکر هم نادرست است. در ساحه استحصالات هنرمندی و تجارت داخلی پولی در دوام عصر 16 تغییرات و پیشرفت معینی به عمل آمد، اما این به جهت‌های تکنیکی استحصالات مالی کم دخل دارد. تخصصیابی کسب و هنر در این عصر هم مثل عصر 15 همانا محدود بود. برای توضیح این تخصصیابی در عصر 16 ما نسبت به عصر گذشته بیشتر متریال داریم، زیرا مقداری خیلی زیادی حجت‌های رسمی، سندهای خرید و فروش، وقفنامه‌ها و غیره محفوظ مانده اند که در آنها دکان و استاخانه و کارگاه‌های گوناگون هنرمندی ذکر شده اند. هر یک نمودی مال تیار و حتی نیم تیار از طرف پیشوری جداگانه تهیه می گردید. در این دوره حاصلناکی مهنت در ساحه کسب و هنر به همان درجه حد الامکان بلندی زمان فیادالی واقع گردیده بود. در صفت محصولات هم یگان تغییرات مهم روی نداد. مثلا اگر صفت بعضی نوعهای مصنوعات کلالی و یا کسبهای عملی بد شده باشد، در عین زمان کاغذ سمرقندی و بسیار محصولات هنرمندی آسیای میانه شهرت پیشینه خود را نگاه داشته به خارجه صادر می شدند. به همین طریقه استحصالات هنرمندی و صفت محصولات آن در دوام عصر 16 از نقطه نظر سویه تکنیکی به یگان تغییرات جدی دچار نشده، از این جهت کاملا به حالت پیشینه خود باقی ماند. با وجود این نظر به نیمه دوم عصر 15 بعضی تمایلات نو، یک اندازه کمشوی حجم استحصالات مالی و تجارت پولی هم در ساحه چکن فروشی و هم در سودای کلان ظاهر می گردید. این تمایلات یک باره پدید نآمده، فقط در چهاریک دوم و میانه های عصر 16 به نظر نمایان شد. بعضی تدبیرات حاکمیت دولتی در راه فراهم آوردن شرایط مساعد برای تجارت پولی، اصلاحات شیبانی خان، کوچکنچی خان و عبدالله خان دو در نظر داشته شده است. البته انکشاف این تمایلات را باز می داشتند، ولی آن را تماما از بین برده نمی توانستند. تحقیق سببهای تدریجاً ولی استوارانه کم شدن استحصالات مالی و تجارت پولی در عصر 16 و با سرعت بیشتر در عصرهای 17-18 خیلی قابل توجه است. مورخان این مسئله را هنوز باید و شاید مورد بررسی قرار ندادند. در سری بعضی سببهای جزئی که می بایست به وضع کسب و هنر و تجارت پولی عصر 16 تأثیر می رسانید توقف می نماییم. در این بابت
تغییرات تجارت خارجی نقش معینی دارد. چنان که معلوم است در مدت چندین عصر راه کلان کاروانگرد از آسیای میانه گذشته شرق و غرب را به هم می پیوست، ولی در عصر 16 پس از کشفیات‌های بزرگ گیوگرافی این راه اهمیت خود را گم کرد. آسیای میانه از جریان اساسی حرکت مالهای تجارتی در کنار ماند و این حالت به استحصالات مالی داخلی تأثیر کرده باعث کمشوی حجم مصنوعات یک قطار ساحه‌های کسب و هنر گردید، خصوصاً آن ساحه‌هایی که مال خود را به تجارت بین الخلقی می برآوردند و هم خدمت کاروان‌های آینده و رونده را انجام می دادند. البته رابطه‌های تجارتی آسیای میانه با روسیه که در عصر 16 رواج یافته بود یک درجه قصور این زیانها را می برآورد، لیکن انواع گوناگون مالهایی که به مقداری تا رفت افزاینده از آسیای میانه به روسیه صادر کرده می شد منفیتی فقط گروه معینی کارخانه‌های هنرمندی را تأمین می کرد. وضعیت خواجگی پولی در عصر 16 تأثیر ساخت املاکی دولت شیبانیان به پولبراری و معاملات پولی از نقطه‌های خیلی مهم به شمار می روند. برای آخر عصر 15 و دهه اول عصر 16 استفاده بازداشته نشونده نشان پولی خاص است. حاکمان زود عوض شونده شهر و ولایت‌ها سعی می کردند که از کار پولبراری به هر وسیله فایده بیشتری به دست آورند. در این دوره خصوصاً در سکه زنی و معاملات پول میسی بی ترتیبی و خودسری‌های زیادی روی داد، در صورتی که محض همین پول در چکنه فروشی استفاده می شد. هم کاسبانی که نه آلات زینتی بلکه اسباب‌هایی به مردم شهرنشین ضروری تیار می کردند و هم خودی شهریان و دهقانانی که برای خرید مالهای لازمه به دکان آنها می آمدند به چنین نوع سودا منفعت دار بودند. برای سودای کلان که پیش از همه طبقه های گوناگون صنفی حکمران از آن منفعت می بردند نیز هرگاه وضعیت نامساعد به وجود می آمد و این در نوبت خود به طور غیر مستقیم به کسب و هنر هم ضرر می رسانید. دو اصلاحات پولی که در ظرف چاریک اول عصر 16 گذرانیده شده مقصد اصلی آنها آماده ساختن شرایط مساعد برای تجارت پولی بود، واضح و روشن شهادت می دهند که فراهم آوردن چنین شرایط طوری که می بایست امکان پذیر نگردید. خیلی مورد عجابت است که اصلاحات دوم به سبب خودسری صاحبان ملک یک باره گذرانیده نشد. برای از بین بردن بحران و در مقیاس تمام دولت مرتب ساختن معاملات پولی بیشتر از 15 سال لازم آمد. استقلال حکمرانان ملک ها در دوره های بعدینه و معاملات برابری پولی عمومی دولتی تا رفت مانعه های نو به نو به وجود می آورد. پس از اصلاحات کوچکنچی خان که سال 1525 به انجام رسید، فایده از ضرب و گردش پول به دست آرنده حاکمان ملک باز هم افزونتر گردید. توسط این اصلاحات قاعده رسمیت پیدا کرد که مطابق آن درآمد ملکداران کلان از سکه زنی مثلا پول نقره از دو منبع حاصل می شد. یکی پرداختی به میزان معین درآمده صاحبان فلیس، دیگری عایداتی که از مکر و نیرنگ های آشکارای تبدیل قرب نقره به دست می درآمد. معنی منبع آخری از این عبارت بود که پولهای نقره هم وزن و هم محک به دو گروه، سکه کهنه و سکه نو جدا کرده به آنها ارزش گوناگون داده می شد. چنانچه قابلیت خرید 10 تنگه کهنه برابری 9 تنگه نو. به استبداد حاکمیت دولتی تکیه کرده در هر سری چند وقت
پولهای نو خودسرانه کهنه اعلان کرده می شدند که به این وسیله 10% درآمدی مفت به خزینه دولت می درآمد و صاحب پول هم یک باره 10% زیان می کشید. جنکینسون که در سالهای 1558-59 به بخارا سفر کرده بود، استفاده بی‌ایست نشانی پولی و عاقبت آن را در تجارت خیلی باوری بخش توصیف نموده است. پادشاه هر ماه و گاها در یک ماه 2 بار ارزش نقره را بلند یا پست می کند. وی از حال مردم پروایی ندارد، چون که برای از 2 یا 3 سال زیادتر حکم راندن چشمش نمی رسد. او را یا می کشند و یا می رانند. این حالت مملکت را خراب و تاجران را مفلس می گرداند. با این باید همین را هم علاوه کرد که حاکمان ملک برابری افزودن پراکندگی فئودالی بیش از پیش به معاملات پولی عمومی دولتی ممانعت می کردند. آنها هرچی بیشتر درآمد به دست آوردنی شده، پیش راهی از قلمروشان گردش کردن پولی ملک‌های دیگر را می بستند. بی سبب نیست که در چاریک سیوم عصر 16 آسیای میانه باز یک بحران خیلی سختی معاملات پولی را از سر گذرانید. سیومین نکته مهم وضع عمومی مملکت و تأثیر بی‌واسطه آن به خواجگی است. لشکرکشی و تخت و تازهای سیرشمار به خراسان، حاکمان شیبانی و تا اندازه اسکران آنها را ثروتمند نماید، تدارکات و تجهیزات این لشکرکشی ها برای اهالی بسیار گران می افتاد. خصوصا جنگ های بین خودی فیودالان که قریب نیم عصر متصل دوام نمود، احوال مردم را نهایت درجه تباه ساخت. در نتیجه محاربه های بین سلطان های شیبانی، از دست به دست گذشتن شهر و ملک ها، زمین های کشت زیری پا، شهرها تاراج و خراج و اندازها زیاد می شدند. به همین طریقه شرایط این زمان هم برمنق و حتی 1 درجه معتدل گردیدن وضع استحصالات هنرمندی و تجارت کمک نرسانید. درست است که در آخرهای عصر وقتی که عبدالله خان دو به جنگ‌های بین خودی خاتمه داده، برای بهتر گردیدن شرایط تجارت یک قطار تدبیرها پیش بینی کرد، وضعیت تغییر یافت و خواجگی مملکت کمی به حالت اعتدال درآمد. اما این دوره نه آنقدر طولانی استقرار برای برطرف نمودن تمام عاقبت‌های خسارتی که در دوره پیشینه به کسب و هنر و تجارت وارد آمده بود کفایت نکرد. جریان انکشاف من بعده به زودی همه آن نتیجه های مثبتی را که در عهد عبدالله خان دو در بابت به درجه معمولی درآوردن وضعیت عمومی مملکت به دست آمده بودند به بادی فنا داد. به همان خلاصه ای که 3/4 عصر 16 دوره تدریجاً کمشوی حجم استحصالات هنرمندی و تجارت داخلی است، امری واقعی محض در همین عصر نسبتاً بیشتر به ترقی رو نهادن شهرها مخالفتی ندارد. مثلا در دوام عصر 16 مساحت بخارا افزوده، یک قسم محلهای اطراف آن به شهر داخل کرده شدند. در این دوره در بخارا بسیار عمارت‌های نوی محتشم به وجود می آیند، از جمله طاق‌های تجارت، کاروانسرای‌ها و امثال اینها ساخته می شوند. بخارا در نیمه دوم عصر 16 به طور قطعی پایتخت دولت شیبانیان می گردد. باز مهمتر از این، بخارا مرکز تجارتی آسیای میانه، محل آمد و رفت اکثر تاجران خارجی و گذرگاه برای مالهای خارجی محسوب می یافت. از این رو حجم تجارت بخارا خاص تمام آسیای میانه نمی باشد و برای سخن راندن از باب انکشاف بیش از پیش صناعت هنرمندی در سراسر آسیای میانه اساس نمی دهد.
تاجیکان در آخرهای عصر میانه. تجارت خارجی، مناسبت‌های دیپلماتی. استوار گردیدن مناسبت‌های اقتصادی و دیپلماتی با روسیه عامل ترقیات تاریخی آسیای میانه در عصر 16 بود. این بیشتر از همه در نیمه دوم عصر که رفت و آمد سفیران روس به آسیای میانه و علل خصوص سفیران آسیای میانگی به دولت مسکو رنگ دائمی گرفت به نظر نمایان گردید. آن وقتها سفیران به کارهای تجارت هم مشغول می شدند. آنها با کاروانهای خود نه فقط تحفه‌های پادشاهی و خانی بلکه مالهای تجارتی نیز می کشاندند. از تجارت پادشاهی و خانی باج گرفته نمی شد. بنابراین سلطانهای شیبانی و حاکمان ملکها کاروانهای پربار خود را با کمال میل به سوی دولت مسکو روان می ساختند. ولی از نقطه نظری مستحکم کردن رابطه های اقتصادی اهمیت وسعت و انکشاف حجم تجارت خصوصی بیشتر بود. هرچند از کاروان تاجران جداگانه که به اشترخان رفت و آمد می کردند باج گرفته می شد، اما این باعث کمشوی تجارت نمی گردید. مالهای آسیای میانه برای روسیه چنان ضرورت پیدا کرده به تعامل در آمده بودند که حتی در ترمینولوژی و تپونیمیکای آن آثار خود را گذاشتند. مثلا یکی از مقیاس‌های معمولی وزن در دولت مسکو انصیر بخارایی نامیده می‌شد. در دولت خانی قزان تاجران آسیای میانگی را تیزیک‌ها، تاجیکان می‌نامیدند و در مرکز شهر قزان محلی بود که با نام موضع تیزیک‌ها شهرت داشت. تجارت به سمت دیگر به طرف سیبیر هم وسعت یافت. در اینجا مالهای آسیای میانه لزومات بیشتری داشتند. به این سبب حکومت مسکو در عصر 16 از تجارت این سرزمین یگان خیل باج نمی ستاند. در دولت مسکو از مالهای تجارتی آسیای میانه طلبات مخصوصاً به متاعهای گوناگون نوع پختگی و ابریشمی زیاد بود. از مسکو به آسیای میانه پوست خام، ظرفهای چوبی، گزوارهای پشمی و بسیار مصنوعات دیگر آورده می شدند. بعضی از این مالهای روسی را در بخارا سوداگران هندو و ایرانی می خریدند. در عصر 16 در میان دولت شیبانیان و دولت تیموریان هند مناسبت‌های بسیار نزدیکی تجارتی و دیپلماتی و ارتباط مدنی وجود داشت. لیکن مناسبت تجارتی با ایران صفوی خیلی کاسته گردید. در این مورد غیر از سبب‌های عمومی تغییر راه‌های کاروانگرد، نزاع‌های مذهبی بین ایران شیعه و آسیای میانه سنی هم رول معینی می‌بازید. سبب دیگر همان مناسبت‌های سیاسی بین شیبانیان و صفویان بود که در نتیجه لشکرکشی و تخت و تازهای پی در پی سلطان‌های شیبانی به خراسان با نیت تصرف شهرهای پرثروت هرات، مشهد، اسفراین و غیره بیش از پیش تیز و تند می‌گردید. جنکینسون که سالهای 1558-59 در بخارا زیسته مخصوصاً به مسئله های تجارت مراغ ظاهر کرده است، راجع به تجارت آسیای میانه با هندوستان و ایران چنین می نویسد: هندوها متاعهای سفید نفیس را که تاتارها به گرد سرشان می پیچانند، همچنین دیگر نوعهای گزوار سفید را که در وقتی از متاع پختگی دوختن لباس استفاده می شوند به اینجا وارد می کنند، ولی آنها نه طلا، نه نقره، نه جواهرات و نه ادویجات نمی آوردند. من پرسجو کرده فهمیدم که راه این تجارت به واسطه اقیانوس بوده است، چون که همه محل‌های استحصال این مالها در تحت تصرف پرتغالی ها واقع است. هندوها از بخارا شاهواری، پوست خام، غلام و اسب میبرند.
لیکن به خرید پشمینه و ماهوت آنقدر میل ندارم. من به تاجران آن کشورها که از دوردستترین قسمت‌های هندوستان، حتی از سرزمین بنگال و کرانه‌های دریای گنگ می آیند، معاوضه متاعهای پشمی را به مالهای آنها پیشنهاد کردم، ولی نخواستند مالشان را به چنین متاع مثل ماهوت عوض کنند. ایرانی ها به این جانب پرچه، غازی پخته، کتان، شاهی الوان، اسب ذاتی و امثال این را آورده، از اینجا پوست خام و دیگر مالهای روسی غلامان گوناگون نژاد خریده میبرند، اما متاع نمیخرند، زیرا خودشان این نوع مالها را به اینجا می آورند. منبع‌های دیگر روی خط مالهای به هندوستان صادر کننده را از قبیل سیب و ناب، مویز و بادام، خربوزه خوارزمی، موینه روسی و مرغ شکاری و برعکس از هندوستان و آسیای میانه وارد کننده را مثل پرچه، رنگ و بار، چای، مروارید پر می سازند. باز یک مال مخصوص، پنگه های نقره شیبانی را که در عصر 16 از آسیای میانه به هندوستان برده می شد باید خاطر نشان کرد. عجایب که شاه اکبر 1556-1605 برای گردش پلهای شیبانی در داخل دولت خود اجازت داده بود. از این رو نام اکبر به شکل مهر کوچک در روی پل ضرب زده می شد. مناسبت‌های دیپلماتی بین شیبانیان و تیموریان هند نیز با موفقیت انکشاف می‌یافت. شیبانیان که بابر را از آسیای میانه تماماً رانده بودند، دیر نگذشته پس از قسمت زیادی هندوستان را فتح کردنش سعی و کوشش نمودند مناسبت‌های خود را با او معتدل گردانند. در سالهای آخری حکمرانی کوچکنچی خان به نزد بابر سفارتی با صلابت فرستاده شد. سفیران نه فقط از طرف سرسلاله یعنی خودی کوچکنچی خان، بلکه از طرف بعضی سلطانهای خاندان شیبانی هم بودند. بابر سفیران را به خوبی پذیرایی نمود و هنگام رخصت به آنها تحفه‌های بسیاری داد. مثلا به سفیر کوچکنچی خان 70,000 پول نقره، خنجر قیمت بها و کلاه زردوزی انعام کرد. این سفارت فقط معنی به رسمیت شناختن را نداشت. شیبانیان که در این سالها پای در پای به خراسان هجوم می کردند، به تأمین امنیت عقبگاه خود منفعت دار بودند. مناسبت‌های دیپلماتی خصوصاً در بین دو حکمران برجسته، سلطان شیبانی عبدالله خان دو و پادشاه هندوستان اکبر، خیلی موفقیت آمیز بود. آنها هرگاه به کشور یکدیگر هیئت سفارت می‌فرستادند، با هم مکاتبه داشتند و به یکدیگر تحفه‌های گرانبها می‌فرستادند. عبدالله خان دو به سفارتی که فوراً بعدی بدخشان را ضبط کردن شیبانیان و در افغانستان غلبه‌های کلان به دست آوردن قشون اکبر فرستاده بود، ارزشی بلند می‌داد. این سفارت مقصدی دو طرفه داشت: یکی گرفتن پیش راه حرکت من بعده قشون هند و دیگری به اکبر فهماندن این که شیبانیان دعوای ملک او را ندارند. سفارتی در نوبت خود فرستاده اکبر با حسن توجه و عزت و احترام بزرگ پذیرفت. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. مسئله اتنوگنیز خلق ازبک. مسئله اتنوگنیز خلق ازبک فقط در علم تاریخ نگاری مارکسیستی سویکی اولین بار بر اساس علمی گذاشته شد. در اثرهای شرقشناسان تا انقلابی روس و همچنین خارجی، نقطه نظر حکمران بود که موافق آن گویا تاریخ خلق ازبک از عصرهای 15-16، یعنی از وقتی در آسیای میانه با نام ازبک پیدا شدن طایفه های استیلاکار
آغاز می یافته باشد. توضیح ماهیتا نوی این مسئله از یاکوبوفسکی سر شد. او در جریان تدقیق به چنین خلاصه آمد که ازبک های اصطلاحگر با اهالی محلی ترک نژادی ماوراء النهر یک شده رفتند. ازبک های صحرانشین اگر در تمام حدود حاضره ازبکستان نباشد هم به هر حال در قسمت زیادی آن اهالی ترک زبان یعنی قوم ترک و ترک شده را دریافت کردند که در اینجا مدتی دور و دراز حیات متمدنه به سر برده در جریان آمیزش با دیگر خلقهای نسبتاً قدیمتری از عهد باستان در این محل ساکن شده تشکل یافتند. ازبک های صحرانشین به هیئت اهالی ترک زبان همچون جزوی آخرین داخل شده به آن نام خود را بخشیدند. سال 1949 من در کتاب تاریخ خلق تاجیک نقطه نظری خود را دایر به این مسئله مرکب و مهم بیان کرده بودم. در آن کتاب از جمله نوشته شده است: از عصر 6 تا رفت بیشتر سر در آوردن طایفه و قوم‌های ترک زبان به سرزمین آسیای میانه شروع می شود. در این میان جریان قرابت پیدا کردن این طایفه و قوم‌ها به اهالی قدیمی آسیای میانه دوام می نماید. عملیات یکجایی ترک‌ها و سغدیان جهت خاص مبارزه خلق‌های آسیای میانه با اصطلاحگران اجنبی می باشد. در ظرف چندین عصر پیش از همه طبقه های کم بضاعت بادیه نشینان ترک به طرز زندگی مقیمی و زراعتکاری می گذرند. تدریجاً اختلاط و آمیزش قوم های ترک با سغدیان و خوارزمیان و طایفه های سکایی و مسگیت ها قوت می گیرد که ضمناً خلقیتی به این طریقه تشکل یافته اکثراً به زبان ترکی گفتگو می کردند. من در همین اساس خلق ازبک تشکل یافته در جریان صورت گرفتن خود مثل دیگر خلقهای آسیای میانه از میراث مدنی ساکنان قدیمه آن بهره‌مند گردید. در ابتدای عصر 11 جریان تشکل خلق ازبک سرعت بیشتری پیدا نموده از قسمت‌های شمال آسیای میانه بیش از پیش به ناحیه‌های جنوبی آن پهن شد که این از جمله در تأسیس دولت قره‌خانیان و انکشاف مدنیت شهر نقش خود را گذاشته است. تشکلی با سرعت خلق ترکمن و دیگر خلق‌های به اصطلاح ترک زبان آسیای میانه نیز به همین دوره تعلق دارد. محض در همین دوره تعبیر ترک و تاجیک برای توصیف دو عنصر اساسی نژادی اهالی آسیای میانه ورد زبان گردید. شما گفتاری 91 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلفخان، کارگردان شیرعلی نفضلی.